بسم الله الرحمن الرحیم. ای فراتر ز گفتگوی همه، برتر از سیر جستجوی همه. از دل ذره تا سپهر بلند، شاهد جلوه جمال تو اند. محاکمه پروفسور پوپنک در محکمه زبان فارسی، جلسه دوم. پروفسور پوپنک در سیاهچال حقارت و ذلت و پستی زندانی بود که محکمه زبان فارسی جلسه دوم محاکمه ای شخص بیسواد و فریبکار و پررو چشم سفید اعلان کرد و با پلیس املا و پلیس انشا دستور داد که او را کشان کشان به محکمه یا دادگاه حاضر کنند. پلیس ها رفتند و زمانی که پروفسور پوپنک اونا را دید و بدنش لرزه افتاد و بسیار هوش پرک و ورخطا شد و نفهمید که چه قسم لباس می پوشه. پلیس املا و پلیس انشا پروفسور پوپنک کشان کشان می بردن که در خانمی که از اونجا می گذشت متوجه پروفسور پوپنک شد و خنده کرد. او چند دفعه طرف پروفسور پوپنک دید و خنده کرد. پروفسور پوپنک که در تاجیکستان هم به خانم جوانی که خدمتگار رستوران و برایش غذا آورده بود پرزه می گفت، اینجا هم فکر کرد که این خانم حتما عاشق قواره نجس او شده، لذا به او گفت خانم عاشق من شدی؟ خانم که سخت قهر شده بود با لحن تمسخرآمیزی گفت، عاشق تو به این قواره منحوست؟ نیگم شو، پتلونت چپا پوشیدی و دمت به پشت انداختی. او خانمی را به خاطر ای گفت که پروفسور پوپنک از بس ورخطایی نکتاییش هم پشت گردنش بسته کرده بود. اینجا پروفسور پوپنک با آنکه شرمی و حیایی نداره سخت شرمنده شد و پلیس املا و پلیس انشا هم بسیار خندیدند و هم مردمی که از راه میگذشتند از خنده زیاد گرده درد شده بودند. هر دو پلیس این دفعه پروفسور پوپنک از راهی بردند که در پهلوی یک بحر قرار داشت. چون هوا صاف و آفتابی بود، یک پری دریایی از بحر بیرون شده و در ساحل خود افتو میداد. پروفسور پوپنک زمانی که پری دریایی را با نیم تنه آدم و نیم تنه ماهی دید او دانش رفت و برش گفت، با من ازدواج میکنی؟ پری دریایی گفت، اما من خو آدم نیستم. پروفسور پوپنک گفت، من هم آدم نیستم. من کجا آدم هستم؟ وقتی که هر دو پلیس پروفسور پوپنک طرف محکمه می بردند از نزدیک یک دکان تیر شدند که صاحب دکان یک طوطی داشت. طوطی وقتی که پروفسور پوپنک دید شروع کرد با گفتن این کلمات که پروفسور پوپنک خر است پتلونش تر است، پروفسور پوپنک خفه است پتلونش چپ است، پروفسور پوپنک خر است پتلونش تر است. پروفسور پوپنک چشماش گریان شد، اشک پر شد. با صاحب دکان گفت که چپ کوی طوطی تا، آیا نمیدانی که زیر تسلط و زیر سیطره اعراب است؟ صاحب دکان با طوطیش گفت، طوطی جان چپ باش، نمیبینی که فلاکت زده بدبخت طرف محکمه میبرند و محاکمه میشه، ممکن مجرم شناخته شوه، با دانش مهر سکوت و مهر حقارت زده شوه به خاطر از این جرایمی که علیه شعر و ادب فارسی و علیه لغتهای فارسی و علیه استادان شعر و ادب فارسی مرتکب شده. هرچی که صاحب دکان میگفت اما طوطی گوش نمیکرد و همچنان گفته میرفت، پروفسور پوپنک خر است پتلونش تر است، پروفسور پوپنک خر است پتلونش تر است، پروفسور پوپنک خفه است پتلونش چپ است، پروفسور پوپنک خفه است پتلونش چپ است. پروفسور پوپنک چشمانش گریان بود و اشک میریخت، اما پلیس املا و پلیس انشا از خنده زیاد نزدیک بود به زمین بفتند و مردمی که از راه تیر می شدن هم خنده می کردن.
وقتی که پلیس املا و پلیس انشا پروفسور پوپنک می بردند، در راه باز شیطان به سراغش آمد و دو شیطان گفتگوی پنهانی را شروع کردند. شیطان به پروفسور پوپنک گفت: پوپنک جان، ما برات یک راه نشان میتم که اگر گپ مرا بکنی از چنگ محکمه زبان فارسی نجات پیدا میکنی. پروفسور پوپنک به شیطان گفت: شیطان لالا، اگرچه ما استاد تو هستم و بارها به تو راه نشان دادیم، اما این بار گپت گوش میکنم، بگو چی میگی؟ شیطان گفت: بهتر است نام و تخلصت که هر دو عربی هستند تغییر بده و یک نام و تخلص فارسی انتخاب کرده و او را ماسک نموده بر رویت بزنی که محکمه نشناسید و فکر کنه که پلیس املا و پلیس انشا شخص دیگری را به عوض تو اشتباهی آوردن و اینجا است که رخصت میکنه. پروفسور پوپنک گفت: آفرین شیطان لالا، این اولی بار است که فکر شیطانی تو بهتر از فکر شیطانی ما کار میکنه. اما اینجا یک مشکل پیش میشه و اویی که ما و تو هر دو بیسواد هستیم. نام فارسی را از کجا پیدا کنیم؟ شیطان گفت: این کار به ما بان. در محکمه لغتنامه ها و فرهنگ ها هم می آیند. من پیش یکی از اونا عذر میکنم که یک نام و یک تخلص فارسی به تو قرض بتن. پروفسور پوپنک موافقت کرد و همه به طرف محکمه روان شدند. در محکمه که رسیدن، اونجا در دان دروازه محکمه شاکیان زیادی آمده بودند که فرهنگ‌ها و لغتنامه ها هم در او جمله بودند. شیطان با تغییر چهره به نزد لغتنامه ها رفت و گفت: لغتنامه های عزیز، ما و این همی بدبخت دو تا فقیر و بیچاره هستیم. فقر سواد داریم. از سخاوت و کرمتان خواد بود که اگر دو کلمه عربی را از ما بگیرین و به عوضش دو کلمه فارسی بتین و یا حتی اگر کلمات عربی هم بتین پروا نداره. لغتنامه ها چون پروفسور پوپنک میشناختن و او را در سفره فرهنگیش در تاجیکستان و بر سر مزار رودکی سخت لطوکوب و سیلیکاری و بیاب کرده بودند، از این کار امتناع ورزیدند. اما غیاث اللغات حاضر شد و خواست که پروفسور پوپنک با گذاشتن نامهای اهانت‌آمیز بر او توهین و تحقیر کنه. غیاث اللغات به شیطان گفت: خوب چه میخوایی؟ شیطان گفت: اینمی نام رفیق ما شفیع است که شفاعت کننده معنی میته و یکی از صفات پیغمبر اسلام است و او از پیغمبر اسلام و دینش نفرت داره و نمیخواد دیگه این نام داشته باشه. غیاث اللغات گفت: خیلی چرا این نام به سر خودش مانده؟ شیطان گفت: این نام پدر و مادرش که مسلمان و تحت سیطره عرب و فرهنگش بودن به سر او ماندن، اما او از همون خردی عاق پدر و مادر بود و نمیخواست این نام داشته باشه. و این تخلص عیار هم که کدام نفر بریشخندی به او پیشنهاد کرده بود، چون میدانست که او بیسواد است و معنی این کلمه را که دزد و کیسه‌بر و قاتل و ولگرد و لچک و غیره است نمیدانم. درست است که او شایسته این معنی هاست، اما مشکل اینجا است که این کلمه عربی است و او میخواد خود از سیطره عرب به فرهنگ خلاص کنه. غیاث اللغات بریشخندی گفت: خیلی میشه شریر مکار بان. راستی فراموش شد که بگوییم محکمه امر کرد که پروفسور پوپنک تا آغاز روند محاکمه به طویله‌ای که در اونجا برش جور کرده بودند حبس کنند. پلیس انشا و پلیس املا پروفسور پوپنک در طویله یا استبل بسته کردند و خودشان مصروف ترتیب و تنظیم امور محکمه شدند و با استفاده از این فرصت بود که شیطان با فرهنگ‌ها با گفتگو پرداخت. خب غیاث اللغات بریشخندی گفت: خیلی میشه شریر مکار بان. پروفسور پوپنک که این گفتگو را میشنید گفت: خوب نام است. اما شیطان که یک زمانی با ملائکه نشست و برخاست داشت و کمی عربی میدانست، گفت: نگم شو پوپنک، این هر دو لفظ عربی هستند. غیاث اللغات گفت: خیلی میشه شنی غدار بانین. پروفسور پوپنک بازم شنید و یک خیزک زد و گفت: بله خوب است. شیطان بازم گفت: نه لوده، این دو لفظ هم عربی هستند، اگرچه تو شنی هم هستی و غدار هم. غیاث اللغات گفت: خیلی میشه پلید بدکار یا خری خرکار بانین. پروفسور پوپنک از خوشی جفتک و خیزک زد، گفت: همی ها صحیح هستن. شیطان گفت: بله معلوم میشن که نامهای عربی نیستن. شیطان از غیاث اللغات پرسید: خری عربی است یا فارسی؟ غیاث اللغات گفت: خری عربی است. شیطان گفت: خو خیر دیگه چی میشه کرد؟ سیطره عرب بسیار قوی است. خیر است، پس یک کلمه عربی هم باشه فرق نمیکنه. شیطان فوری این نامه را گرفت و پرواز کرد و رفت و 3 ماسک جور کرده آورد که یکیش بود
پلید بدکار، دیگهش خری خرکار یعنی سست عنصر و سست اخلاق و سست ایمان و غیره، و دیگهش هم کری کفتار. شیطان با استفاده از مصروفیت‌های دیگه پلیس املا و پلیس انشا ماسکار یکی بر روی پروفسور پوپنک و دیگهش به کلش و دیگهش به پشت کلش نصب کرد. و چون قاضی دستور زبان آغاز جلسه را اعلان کرد، پلیسا آمدن که از استبل پروفسور پوپنک به اتاق محاکمه داخل کنند. دیدن که شکلش تغییر خورده، اما چون نشانی داشت و او پتلونش چپه پوشیده بود، فهمیدن که دسیسه و مکر شیطان است. لذا او را کشان کشان داخل اتاق محکمه کردند. شیطان با تغییر شکل به اتاق محاکمه داخل شد و به قاضی دستور زبان گفت: جناب قاضی صاحب، پلیسا شخص دیگر آوردن، این پروفسور پوپنک نیست. قاضی دستور زبان نزدیک بود فریب بخوره، اما از آنجا که پروفسور پوپنک بسیار کودن است، گفت: قاضی صاحب، شیطان لالایم راست میگه، محال شخص دیگه هستم و پروفسور پوپنک نیستم، بلکه مستر چمنک هستم. اینا سعی کنین، من 3 نام دارم. من نامهای عربی را دور انداخته و نامهای فارسی انتخاب کردیم. قاضی دستور زبان از این بیعقلی و کودنی پروفسور پوپنک خنده میکرد و اما شیطان از شدت خشم و غضب انگشتش به دندان میگزید و یک سیلی به فرق پروفسور پوپنک زد که جرنگ صدا کرد و گفت: خاک در کله بی مغزت شوه، تمام پلانهای مرا نقش بر آب کردی. دی وقت پلیس املا و پلیس انشا هم شهادت دادند و گفتند: قاضی صاحب گرانقدر، ای همون پروفسور پوپنک است. نشانیش این همی پتلون چپش است که از ورخطایی چپه پوشیده. ای که خودم مستر چمنک میگه ای هم درست است و لقب نوش است، اما همون پروفسور پوپنک است. قاضی دستور زبان خطاب به پروفسور پوپنک گفت: به هر رنگی که خواهی جامه می پوش، من از طرز خرامت می شناسم. قاضی دستور زبان با حمد الهی و نعت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم آغاز محاکمه را اعلان کرد و گفت: ای به ازل بوده و نابوده ما، وی به ابد زنده و فرسوده ما، دور جنیبت کش فرمان توست، سفت فلک غاشیه گردان توست. و به نعت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت: محمدی عربی کابروی هر دو سراست، کسی که خاک درش نیست خاک بر سر او. از این نعت شریف در تمام وجود حقیر پروفسور پوپنک آتش افتاد، مثل که در دوزخ افتاده باشه، با مو قسم سوخت. قاضی دستور زبان با پروفسور پوپنک گفت: وکیلایت معرفی کو. پروفسور پوپنک وکیلای خود این قسم معرفی کرد: وکیل جهالت، وکیل بیسوادی، وکیل کفر و الحاد، وکیل بیشرمی و دروغگویی. پروفسور پوپنک میخواست وکیل رذالت، وکیل پستی، وکیل حقارت، وکیل بداخلاقی، وکیل لچکی و چند وکیل دیگر هم معرفی کنه، اما قاضی دستور زبان گفت همون 4 وکیل کفایت میکنه. دامو وکیل کفر و الحاد و وکیل بی‌حیایی اینا هم شامل هستند. دادستان کل یا مدعی العموم یا لوی سارنوال لیست شکایت ها و یا بهتر بگوییم جرایمی را که پروفسور پوپنک مرتکب شده بود این قسم قرائت کرد: گفتن دروغ های بزرگ، بی‌حیایی مطلق، لوده و نادان و غول، فکر کردن بیننده ها و شنونده هاش و اهمیت ندادن به عقل ها و اندیشه هایشان، چشم سفیدی و پررویی و نشرمیدن از افشا شدن دروغ هاش، غلط خواندن لغت ها به شکل بسیار مسخره و خنده‌آور و توهین به فرهنگ ها و لغتنامه ها، دزدی اشعار استادان شعر و ادب و دستکاری در آنها به نام خود کردن آنها، غلط خواندن اشعار و دگرگون ساختن معانی و مفاهیم آنها، توهین به استادان شعر با ادعای فهم اشعار زیبایشان در حالی که نمیفهمه و این اشعار مردار و چتل میکنه و صدها جرم و جنایت دیگه به حق زبان شیرین فارسی و شعر و ادب و استادان شعر و ادب فارسی. قاضی دستور زبان از حکیم عمر خیام که در بیرون محکمه خیمه زده بود و نمیخواست چهره منحوس پروفسور پوپنک ببینه، خواهش کرد که داخل اتاق محاکمه شود. حکیم عمر خیام داخل شد. قاضی دستور زبان به حکیم عمر خیام گفت: حکیم خیام، شما به خاطر
رباعیات زیبایتان مشهور هستین. آیا میشه که یک رباعی زیبایتان اینجا برای ما قرائت کنین؟ حکیم عمر خیام گفت در کارگه کوزگری رفتم دوش، دیدم 2000 کوزه گویا و خموش، ناگاه یکی کوزه برآورد خروش، کو کوزگر و کوزخر و کوزه فروش. در این وقت وکیل جهالت گفت قاضی صاحب من اعتراض دارم. قاضی گفت چی اعتراض؟ وکیل جهالت گفت همین حکیم عمر خیام با موکل ما پروفسور پوپنک توهین میکنه و او را کوزخر میگه. قاضی گفت کوزخر به معنی کسی است که کوزه میخره. وکیل جهالت گفت نه جناب قاضی صاحب، او طرف موکل ما سعی میکنه و او را خر میگه و کلیش هم به کوزه تشبیه میکنه و او را کوزه خر میگه، به خاطر از اینکه کلی از اون مثل کوزه است، کوزه خالی است. در این وقت همه کسایی که در محکمه بودند بسیار خندیدند و قاضی هم بسیار خندید. قاضی دستور زبان به حکیم عمر خیام گفت که جناب خیام آیا شما دعوای خود اقامه میکنین؟ حکیم عمر خیام گفت بله جناب قاضی، این شخص بیسواد جاهل کودن نادان یک شعر مرا دزدی کرده و او را یک قسمتش تغییر داده، دستش قطع کرده از یک مصرعش که هم شعر وزنش خراب شده و هم معناش کاملا دگرگون شده. قاضی دستور زبان گفت که جناب خیام او کدام شعرتان است؟ حکیم عمر خیام گفت که جناب قاضی او امو یک جزی از یک رباعی است که من میگم این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار، که آواز دهل شنیدن از دور خوش است. اما این بیسواد جاهل این شعر گرفته از مصرع اولش یک کلمهش قطع کرده، یعنی دستش بریده و به این ترتیب خوانده این نقد بگیر و آن نسیه بدار، که هم وزنش خراب شده و هم معنایش دگرگون و تغییر خورده. به خاطر از این که شعر ما این معنا را افاده میکنه که این نقد بگی و اون نسیه را صرف نظر کو از او را بمان. اما این جاهل وقتی که دست شعر قطع کرده، شعر مفهومش به این شکل شده که این نقد بگی و اون نسیه را همراه خود داشته باش، که کاملا مخالف معنی است که ما اراده کردیم. قاضی دستور زبان گفت جناب حکیم خیام آیا شما شاهد دارین به خاطر از این ادعایتان، به خاطر اثبات این ادعایتان؟ حکیم عمر خیام گفت بله جناب قاضی، اینه بشنوین. این نقد بگیر و آن نسیه بدار. در این وقت قاضی دستور زبان به وکلای پروفسور پوپنک گفت آیا چیزی برای دفاع از موکل خود دارین؟ وکیل بیسوادی گفت بله جناب قاضی صاحب، اصل قضیه به این قرار است که یک روز موکل ما پروفسور پوپنک همراه لالای خردش شیطان رفتند که گنجینه های شعر و ادب فارسی را دزدی کنند، تا هر دو شیطان کلمات عربی را که در و الماس و طلا و جواهر هستند از بین اشعار خارج کرده و کلمات چنگ چونگ پونگ چینی را جاگزینش بسازند. چرا که موکل ما پروفسور پوپنک یک وقت از پرستندگان رفیق ماو تسدون بود، اگرچه شاید حالی هم باشه، اما فعلا مولای چرچ یعنی پادری کلیساست و هدف دیگه دو شیطان از این دزدی ای بود که بعد از اخراج کلمات عربی از اشعار و جابجایی کلمات روسی و چینی و یگان کلماتی که پروفسور پوپنک در اداره های جاسوسی با دارای انگلیسیش آموخته، پروفسور پوپنک یک تعداد از اشعار دزدی شده را به نام خود کرده و در محافل بخوانه. هر دو شیطان وقتی به خزانه اشعار رسیدن، در اونجا هم گنجینه های گرانبهای اشعار فارسی و عربی را دیدن و هم یک گاو صندوق دیدن که در او اشعار فارسی که هنوز سروده نشده وجود داشت. شیطان بلالای کلانش پروفسور پوپنک گفت پوپنک جان، تنها همی گنجینه های اشعار گذشته را میگیریم که نقد است و او گاو صندوق که نسیه است به آینده میمانیم. اما پروفسور پوپنک گفت نه شیطان جان، تو خرد هستی، باید به گپ کلانت گوش کنی، همون نقد بگی و همین نسیه را، به خاطری که ما میخواهم کلمات عربی را از تمام اشعار گذشته و آینده فارسی اخراج کنم و فارسی را از تسلط عرب بی فرهنگ خلاص کنم. در این وقت بود که موکل ما پروفسور پوپنک این شعر حکیم خیام جراحی کرد و دست مصرعش برید و شعر این قسم خواند این نقد بگیر و آن نسیه بدار، یعنی به شیطان لالایش گفت که این نقد بگیر و آن نسیه بدار. این نقد
اشعار گذشته ها را بگی و او گاو صندوقی که ناسی است او را بمان. مقصد است که او این شعر به صورت اصلیش که این نقد بگیر و دست از آن نصیحت بدار است میدانست، اما به خاطر افاده مطلب خود دست شعر برید و به شکل مسخره خواند. دی وقت دادستان کل گفت نه جناب قاضی صاحب، این وکیل بیسوادی دروغ میگه. پروفسور پوپنک این شعر به صورت اصلیش نمیدانست، بلکه به دلیل بیسواد و جاهل بودنش شعر به همین شکل مسخره حفظ کرده بود و معنیش اصلا نمیدانست و از روی کودنی و کورمغزی فکر میکرد شعر حکیم خیام با شکل مسخره‌ای که او میخوانه عیناً همون معنی اصلیش میته. قاضی دستور زبان گفت دفاعیه وکلای پروفسور پوپنک مردود است و این جرم پروفسور پوپنک ثابت شد که جزایش در آینده تعیین میشه. در این وقت دو رأس از پرستندگان پروفسور پوپنک هم به محکمه آمدند. از همونایی که پروفسور پوپنک عقلای اونا را طلسم کرده و سایکولوژیکلی هر وقت با کلاهایشان بازی میکنه، اینا آمدند که تا شاهد محاکمه پیر و مرشد خود باشند و در صورت محکومیتش او را از محکمه فرار بتن. اینا خود به مامورین دان دروازه محکمه این قسم خود معرفی کردن. اولی، نام ما ملا همراز پشکلبیک و تخلصم سرگنچین است. مامور گفت تو ملا هستی؟ او گفت بله، ما هم در گذشته ملای خاد بودم و حالی هم ملای کلیسا یا چرچ هستم و اصلا ملای اصلی چرچ همو پروفسور پوپنک صاحب است، اما ما چلی از او هستم. مامور محکمه پرسید وقتی که ملای خاد بودی چه فتوا میدادی؟ ملا همراز پشکلبیک گفت فتوای قتل مردم میدادم و عملی میکردم. مامور پرسید از کدام کتاب فتوا میدادی؟ ملا همراز پشکلبیک گفت از کتابهای خداهای مارکس و استالین و پیغمبرم برژنف. مامور گفت وظیفت؟ ملا همراز گفت پروفسور پوپنک یک تعداد زیاد گو و گوساله در اینترنت داره و ما اونا را میچرانم و ضمناً سرگینایشان هم جمع میکنم و باعث سگ زنجیری پروفسور پوپنک هم ایفای وظیفه کرده و یگان وقت پای رهگذرای اینترنت دندان میگیرم. دومی گفت نام ما کرمان علیک است و تخلص مرغدزد است. وظیفه ما مرغدزدی است که ما و پیرم پروفسور پوپنک هر دوی ما مرغدزدی میکنیم، اما فعلا او باعث کلمرغ مصروف جیفخواری است و ما مرغدزدی میکنم و او اگرچه از قوارش مرغدزد بودن ثابت میشه اما فعلا نمیتونه مرغدزدی کنه، برای که کلش جل و بلبل میکنه و صاحبای مرغ او را میبینن. بعد از حکیم عمر خیام، خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی دعوای خود این قسم به محکمه پیش کرد. جناب قاضی دستور زبان، این شخص بیسواد، دزد، حیله‌گر یک شعر مشهور مرا دزدی و از او سوء استفاده کرده تا نام و حیثیتی در بین مردم پیدا کنه و مردم فکر کنند که پروفسور پوپنک با سواد و دانشمند است، به خاطری که میتونه شعر زیبای خواجه شیراز بخوانه، در حالی که بیسواد لوچک کلمات شعر مرا به تلفظ غلط و جاهلانه خود آلوده و زیباییش از بین میبره. به طور مثال کلمه کنعان میگه که غلط فاحش است و باز این شخص به ایمان، ملحد و مارکسیست و در عین حال مسیحی است، اما من مسلمان هستم. او دشمن قرآن است و ما عاشق قرآن و حافظش هستم. از همین سبب است که بیسواد مکار این غزل مرا به شکل مسخره میخوانه، اما از خواندن مقطع غزلم صرف نظر میکنه، چرا که من اونجا میگم حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تار، تابوت وردت دعا و ختم قرآن غم مخور. قاضی دستور زبان از خواجه حافظ شیرازی خواست که شاهد بیارم. حافظ گفت اینا گوش کنین جناب که بیسواد در حضور عده‌ای از مردم در کانادا چه قسم از اشعار ما سوء استفاده و دزدی و خودنمایی کرده. این شاعران بزرگ ما قصه ها را در اشعارشان بسیار به زیبایی گنجانیده بودند. حافظ به طریق دیگه میگه یوسف گمگشته باز آید به کنعان.
یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور. باز آن قصه یوسف است، قصه در چاه افتیدنش است که یک قصه ناامیدی است. فکر کنید که یک آدم در چاه انداخته شده، چاه عمیق، در نهایت ناامیدی بوده، اما حافظ ای را به یک قصه امیدوار کننده برای ما سروده. یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور. یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور. کلبه احزان شود روز گلستان، غم مخور. دور گردون گر دو روزه بر مراد ما نرفت، دایما یکسان نباشد حال دوران، غم مخور. من میگم رستم گمگشته باز آید به میدان، غم مخور. رستم گمگشته باز آید به میدان، غم مخور. خاک شیران باز گردد، خاک شیران، غم مخور. ملت غم دیده حالش به شود، دل بد مکن. ملت غم دیده حالش به شود، دل بد مکن. کشور ویرانه باز، کشور ویرانه گردد باز عمران، غم مخور. گرچه ما در آتشیم و خون غرق، حلق پاکستان گردد دشن باران، غم مخور. حافظ بعد از تقدیم دلیل و شاهد گفت: جناب قاضی، میبینین که دزد مکار از یک سو کلمات شعر مرا غلط تلفظ میکنه و از طرف دیگه وزن و ابیات شعر مرا دزدی کرده و با نهایت بی‌حیایی ابیات مسخره و مزخرفی را با دزدی از کلمات و ابیات دلپذیر شعر من میسازه و به خودش نسبت میده و با غرور ابلهانه میگه ما میگم. ای ابله دزد بی سواد عیناً این مصرع مرا گرفته که ای دل غم دیده حالت به شود دل بد مکن، ای دل غم دیده حالت به شود دل بد مکن، و او را تغییر داده و میگه ملت غم دیده حالش به شود دل بد مکن. ایجای کودن علاوه به دزدی شعر در تلفظ کلمه حالش هم اشتباه بزرگ و با گفته ایرانی ها غلط بزرگی میکنه و او را حالش میخوانه. یعنی ای جاهل فرق حال و حال نمیفهمه و نمیدانه که حال وضعیت و حالت معنی میته و حال خانواده و فامیل، و او با این تلفظ مسخرهش میگه حال ملت غم دیده یعنی خانواده و فامیل ملت غم دیده خوب میشه، غم نخور. این پوچ مغز مکتب ناخوانده همچنان در مصرع دوم ای هرزه سراییش غلطی خنده‌آور دیگری را هم مرتکب میشه و میگه کشور ویرانه گردد باز عمران، غم مخور. ای بدبخت عامی فکر میکنه که عمران به معنی آباد است، در حالی که عمران مصدر است و آبادسازی معنی میته و آباد صفت است. ای لوده همچنان از نگاه وزن شعر هم باز هم به اصطلاح ایرانی ها غلط میکنه و در حالی که ابیات شعر ما و چرند و پرندهای دیگه او به وزن فاعلاتون 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 فاعلون هستند، ناگهان وزن تغییر داده و مردار میکنه و میگه گرچه ما در آتشیم و خون غرق. اینجای جاهل الدنگ وزن فاعلاتون 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 فاعلون را ناگهان فاعلاتون فاعلاتون فهم میسازه و به اصطلاح ایرانی ها یک غلطی کلان میکنه و یک جرم عروضی کلان مرتکب میشه و یک وزن و یک فاعلاتون فاعلاتون و یک فاعلون را زنده زنده میبلعه. در این وقت علم عروض و بحرهای شعری هم خروشان شدند و گفتند جناب قاضی دستور زبان، این مردکه لولو نزد ما هم مجرم است که علیه وزن شعر مرتکب جرم شده و باز هم به اصطلاح ایرانی ها غلط کلان کرده. قاضی دستور زبان به علم عروض و بحور شعر گفت که حضرات به شما هم فرصت داده خواهد شد که
در آینده علیه او اقامه دعوا کنین. در این وقت سیاست واقعی هم که در جمع حاضرین تشریف آورده بود از قاضی دستور زبان اجازه خواست و گفت جناب قاضی، من به این شخص مکار و حیله‌گر و از سوی هم کورذهن فراموشکار حیران هستم که از یک طرف در ویدیوی مزخرف 1075 مسلمانایی را که از وطن خود در برابر تهاجم بیگانگان دفاع میکردند و میکنند محکوم میکنه و این کار فریب و بازی با عقلای مسلمانان میدانه و میگه 1400 سال به این طرف مسلمان ها همی قسم فریب خوردن، فریب محمد خوردن و در 43 سال ما را هم همی قسم فریب دادن و از طرف دیگه از دشنه باران شدن حلق پاکستان گپ میزنه. به این کودن باید بگوییم که اولوده آیا در همی 43 سال مردم مسلمان افغانستان حلق دشمنای وطن خود چه روسی و چه پاکستانی و ایرانی و چه امریکایی دشنه باران نمیکردن؟ پس چرا تو کودن او دفاع از وطن ما را و دفاع مسلمان ها از وطن و مال و جانشان را در 1400 سال محکوم میکنی و او را بازی با عقلها میدانی، اما حال از دشنه باران کردن حلق پاکستان حرف میزنی؟ ایچی یک بامود و هواست. در این وقت حاضرین محکمه همه چک کردند و قاضی دستور زبان گفت آفرین، اعتراض خیلی معقول و بجاست. پروفسور پوپنک گوشای شلپر شده و نزدیک بود به زمین برسه و سرفکنده به زمین سعی میکرد و ای طرف نمیدید. در این وقت یک بار دیگر خواجه شیراز به سخن آغاز کرد و گفت جناب قاضی دستور زبان، من مسلمان و معتقد به پیغمبری نبی اسلام صلی الله علیه و سلم و مؤمن به قرآن بوده و همه آیات متبرکهش حفظ کردیم و این جاهل ملحد دشمن پیامبر و قرآن است. من در همین شعر خود که او دزدیش کرده و دستکاری نموده میگم در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور. اما این کشیش پادری ترسایی مذهب و شعله مشرب کعبه را در یک ویدیوی دیگه مسخرهش توهین و تحقیر میکنه. پس هیچ نسبتی بین ما و او وجود نداره و او دشمن ما است. پس بد میکنه از اشعار ما سوء استفاده میکنه تا شخصیتی برای خودش بسازه. قاضی دستور زبان سخنان خواجه شیرازی را تأکید کرد و تایید کرد و با وکلای پروفسور پوپنک گفت آیا به دفاع از موکلتان پروفسور پوپنک کدام گفتنی دارین؟ وکیل بیشرمی و بی‌حیایی که یکی از 4 وکیل پروفسور پوپنک بود برخاست و گفت بله جناب قاضی، من میگم این دعاها علیه موکل ما اهمیتی نداره، بلکه موکل ما پروفسور پوپنک یک شخص قابل افتخار است به خاطری که بسیار کمالات و هنرها داره. قاضی گفت چی کمالات و هنرها؟ وکیل بیشرمی گفت آیا ای که موکل ما پروفسور پوپنک با کمال مهارت و استادی دروغ‌هایی میسازه که حتی شیطان نمیتونه بسازه کمال نیست؟ آیا خاک پاشیدن به چشم مردم و سایکولوژیکلی بازی کردن با کله‌هایشان کمال نیست؟ آیا جرأت داشتن و نشرمیدن از افشای دروغ‌های شاخدارش هنر و کمال نیست؟ آیا وقاحت و چشم سفیدی بیمانند کمال و هنر نیست؟ آیا نشرمیدن و حیا نکردن از بیسوادی خود کمال نیست؟ آیا لغت‌ها و کلمات را غلط تلفظ کردن و تغییر دادن شکل و ترکیبشان هنر و کمال نیست؟ آیا دروغ بافی بیشرمانه علیه خدا و پیغمبر کمال و هنر نیست؟ و صدها صفت رذیلانه دیگه. شما باید به عوض محاکمه موکل ما پروفسور پوپنک از او تقدیر کنین و تاج افتخار به سرش بانین. در این وقت پروفسور پوپنک سر خود بلند گرفته بود و وکیل بیشرمی گفت تنکیو، مرا مفتخر ساختی. قاضی دستور زبان خشمگین شد و با وکیل پروفسور پوپنک وکیل بیشرمی گفت بیشی گم شو، تو از رذالت‌ها و خباثت‌ها و پلیدی‌های موکل خودت دفاع میکنی. این دفاعیه شیطانی پذیرفته نمیشه و جرم دیگه پروفسور پوپنک هم ثابت شد و جزایش در آینده تعیین میشه. قاضی دستور زبان ختم جلسه دوم محاکمه پروفسور پوپنک اعلان کرد و گفت جلسه سوم بعداً اعلان خواهد شد و با پلیس املا و پلیس انشا دستور داد که پروفسور پوپنک باز هم در سیاچال حقارت و ذلت و پستی و رذالت زندانی کنند.